بسیار خب. آقای اونی، شنیدی صحبت ها رو. این بحث هم همیشه مطرح هست که این تقسیم بندی که الان برای استقلال کردستان عراق عنوان میشه و آقای بارزانی هم بارها گفت که منطقه کردها منطقه سنی ها و شیعیان، چقدر این به لحاظ تقسیم بندی دقیقی هست که ما یک تقسیم بندی قومی مذهبی داشته باشیم، این دو بخش از عراق رو به طور مذهبی بخوایم تقسیم بکنیم، بخش دیگر رو به شکل قومی. این رو اگر مطلبی دارید در مورد صحبتایی هم که آقای قانعی فرد عنوان کردن، گفتن که مشکلاتی که با دولت آقای مالکی با اقلیم کردستان عراق داشته و با آقای بارزانی بخشش شخصی بوده، سابقه سوء استفاده هایی که انجام شده و طبیعتاً انتخابات اخیر هم در کردستان عراق و موقعیتی که گوران به دست آورد خودش یه چالشی بود به مشکلاتی که در کردستان عراق بود، اقلیم، وعده‌هایی که به مردم داده بودند در طول سالها و عمل نشده بود، واکنشش رو در انتخابات دیدیم. در مورد این اگه مطلبی دارید بفرمایید، من یک تا پرسشم دارم با شما در میون میگذارم. بله متشکرم. البته من باید به عرضتون برسونم که کسانی مثل آقای قانعی فرد آبشخورشون معلومه از کجا آبشخورشون کجاست و چه صحبت‌هایی رو نشخوار میکنن. مسعود بارزانی با مالکی هیچ گونه مشکلی ندارن. آقا هیچ گونه مشکلی ندارن. ایشون وقتی جمهوری کردستان رو پوشالی قلمداد کنن، انتقاداتون رو بفرمایید ولی بحث شخصی نیست. وقتی جمهوری کردستان که یکی از مقدسات ملت کردستان هست رو پوشالی قلمداد کنن، ایشون بایستی بهشون تربیت داده بشه که وقتی داخل یک مناقشه جنتلمن ها میشه، جنتلمن حرف بزنه. ما مشکلی با آقای مالکی شخصی نداریم، ما اختلاس نکردیم. 90 سال عراق اختلاس میکنه، نفت کردستان رو استخراج و تبدیل به بمب و بر سر مردم میبارونه به جای اینکه از ملت خودش دفاع کنه. ایشون، ما این نوع اشخاص رو بهشون جاش میگیم، خودفروخته و مزدور میگیم، کسانی که همیشه روی کانال ها ضد ملت خودشون حرف میزنن. ما مشکل داخلی با مردم خودمون نداریم و مشکلات شخصی هم با آقای مالکی نداریم. برعکس ما از ملت خودمون دفاع میکنیم و همانطور که میبینین به کوری چشم اینجور اشخاصی همه احزاب کردستان تحت اوامر آقای بارزانی به عنوان رئیس اقلیم متفق بودند و دیروز هم هیئتی از کردستان متشکل از همه اطیاف و گروه‌های سیاسی کردستان در ترکیه بودند و امروز هم برعکس همه توقعات و انتظارات گروه‌هایی که فکر می‌کنن کردها نمیتونن با هم کنار بیان، امروز تو بغداد نماینده‌هاشون دارن رایزنی میکنن و دارن در پروسه سیاسی شرکت میکنن. اختلاسی وجود نداشته. این حرفی رو که آقای قانعی فرد گفتن ممکن است مسعود بارزانی فردا بیان و پشیمان بشن، این صحبت رو، این شکر رو آقای مالکی چند ماه پیش شکوند و ما 2 سال بیشتره که میگیم پروسه سیاسی عراق به دستانداز افتاده و به طرف پرتگاه میره و به طرف پرتگاه هم رفت و دروغگوهایی اطراف آقای مالکی دورش حلقه زدن و به ایشون مشورت‌های بد میدن تا عراق رو داخل این مرحله کردن، امثال آقای قانعی فرد و نمونه‌های ایشون. من فکر میکنم این آخرین باری باشه که من با شخص خودفروخته و مزدوری مثل آقای قانعی فرد داخل همچین برنامه‌ای بشوم و برای من شکست و کسر داره با اینجور آدمی داخل برنامه بشم. آقای اونی، خواهش میکنم که مطالبی که مواضعتون رو با بهتون فرصت داده میشه مواضعتون عنوان بکنید. طبیعتا این انتقادای بخشیش من اشاره کردم. آقایشون با فیاض گرفتن، هر جایی که میرن با فحش دادن، با فحاشی و با حطاکی درباره قضیه کردستان حرف میزنن. من رأیایی رو که دادم، بنده یکی از کسانی هم که حاضرم و 25-30 سال تو کار سیاستم تو کردستان به خوبی چم و خم وضعیت سیاسی کردستان رو میدونم. ایشون از جای وجوهی دریافت کردن که به تشویح و تخریب چهره کردها بپردازن. من با ایشون کاری ندارم، اما فکر میکنم که ایشون باید خجالت بکشن، به عنوان یک کرد خودشونو به مردم و احزاب و اطیاف جاهای دیگه میفروشن، درباره ملت خودشون به این بدی حرف میزنن. جمهوری کردستان خواب ملت ما بود، ملت ما شهید دادن، رئیس جمهور شهید شد، وزرای حکومت کردستان به دست شاه فاسد و فاسق ایران شهید شد و از اراده ملت ما ایشون دفعه قبل بهش گفتن پوشالی و متاسفانه وقت نشد من جواب این آقایی که ملت خودش رو فراموش کرده به خاطر پول جوابش رو بدم. به همین خاطر ما تو پروسه عراق میخوام بگم یه شرکت فعال و جدی داریم. جناب آقای دهقانپور، من خیلی متاسفم که این
به این شیوه حرف میزنم. هرگز این سطح و کلاس بنده نبوده. تو هیچ گفتگویی و تو همه تلویزیون ها و کانال های خبری میرم شرکت میکنم، همه مردم منو میشناسن، ولی وقتی میبینم یه اینجور آقایی هر چی از دهنش در بیاد درباره مقدسات این ملت، درباره سرنوشت این ملت، خب بایستی یکی بهش بگه آقا اینجا وایسا، پا تو از گلیمت هم بیشتر دراز نکن. آقای اوین اجازه بدید خیلی متاسفم که برنامه امیدوارم که این بحث رو تموم بکنیم.